به خونه ما خوش آمدید. برای پرورش حس مسئولیت پذیری چی کار کنیم؟ اول آموزش، دوم تجربه. این دوتا رو باید به فرزندانمون بگیم تا این پرورش پیدا بکنه. حالا چجوری آموزش؟ اون دیدگاهی که خود والدین دارن بعضن خراب میکنه. اون دیدگاه چیه؟ خوشبختی در راحت زیستن است. البته نسل امروز، بشر امروز رفته به این دیدگاه غلط، به سمت این دیدگاه خطا که خوشبختی در راحت زیستن است، در حالی که خوشبختی در راحت زیستن نیست. خوشبختی در سالم زیستن است. کی گفته هر راحتی خوبه؟ کی گفته هر رنجی بده؟ بزرگترین آموزشی که والدین میتونن بدن به فرزندانشون اینه که به اونا یاد بدن کدام لذت، کدام رنج. اگر اینو بچه ها یاد نگیرن، هر لذتی جذب میشن، هر رنجی رو فرار میکنن. در حالی که لذت سازنده سوزنده داریم، رنج سازنده سوزنده داریم. کدامش؟ اگر بچه ها بشناسن لذت ها رو، یعنی لذتی رو انتخاب نکن که تو را ببرد، لذتی رو انتخاب کن که تو ببری. لذتی که مرا میبرد مثل مواد مخدر، مثل قمار، مثل اعتیاد به هر رفتاری، به هر چیزی، بازی های کامپیوتری، هرچی که مرا که هیچ زندگیم و سلامتیم و روزمرگیم و پیشرفتم و روابطم و همه چی رو برد. این چه لذتی سوزنده ای بود. اگر اینو والدین آموزش بدن کدام لذت آری کدام نه، گرفتار مسئولیت گریزی فرزندان نخواهند شد. انسان مثل تمام جانداران دو شاه انگیزه داره: دفع رنج، جذب لذت. یه پشه هم این دو انگیزه رو داره. خون میخوره برای جذب لذتش، لذت میبره. فرار میکنه به سمتش میری برای دفع رنج، کشته نشه یا آسیب نبینه. هر موجود زنده این دو انگیزه رو داره. آدما با این دو انگیزه زندگی میکنن، اما اگه ندونن این دو انگیزه رو چطور ارضا کنن به خوشبختی نمیرسن. بسیاری از انسانها رفتن سراغ جذب لذت سوزنده و این وضع بشر امروز. همه دنبال اینن که راحت زندگی کنن و نمیدونن این راحت زندگی کردن اونا رو تن پرور کرد. نمیدونن که والدینی که نمیذاری بچه ها رنج بکشن اونا تن پرور میشن. توی بحث نظریه اریکسون وقتی دوگانگی رو در سالهای رشد تولد میگیم که اعتماد در مقابل بی‌اعتمادی، اینا رو وقتی داره از سال اول زندگی این شروع میشه میگه یه ذره بذار سختی ببینی، یه ذره واکسن رنج بدیم، یه ذره واکسن ناکامی. یعنی بذار بدون آماده بشه برای این دنیا که دنیا همش راحتی لذتی نیستش که. اینقدر فرزندان رو در راحتی میذاریم. تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. این آماده نشده که. اولین ناکامی خودکشی. اونا رو برای بقل خودمون تربیت کردیم یا برای فراز و نشیب سخت روزگار و زندگی؟ مگه ما همیشه هستیم که بپرن بقل ما؟ اونا رو برای کی تربیت کردیم؟ برای کجا تربیت کردیم؟ بشر امروز رفت سراغ راحت زیستن. اصلا تکنولوژی دنبال راحت زیستنه. همه چی راحت. دیگه همزن که غذا رو می‌خواستیم همزنی، اونم تکون نده، دست خسته میشی. دستگاه همزن اون دکمه‌ش بزن اون بزنه، تو راه خسته نشی. چرا ما نباید خسته شیم؟ چرا ما نباید غم داشته باشیم؟ میدونید مغز ما هم نیاز به اضطراب داره، هم نیاز به غم داره. ما به اشک و لبخند هر دو نیاز داریم. میدونی اگه اشک نریزیم بیمار میشیم. میدونی اگه اضطراب و تحریک به مغز نرسه مغز کودن میشه. اصلا منحنی برانگیختگی و کیفیت عمل اینه. هرچی برانگیختگی اضطراب بیاد متوسط، کیفیت عمل میاد بالا. کوه مانند زنگوله منحنیش کیفیت عمل میاد بالا. کم باشه کیفیت عمل پایینه. متوسط برسه میاد بالا. شدید بشه اضطراب و اینا دوباره افول میکنه. ما به اضطراب متوسط احتیاج داریم، به غم متوسط احتیاج داریم. ما اینا آموزشه.
آب خوش بی تشنگی ناخوش بود. بچه هامونو اول وفا بعدن صفا کنیم. زندگی تکلیف و تفریح است، فقط تفریح نیست. ولی اونا میشن کودکانی که گنده شدن، بزرگ نشدن و خودشون بزرگ نشدن، اسباب بازیاشون بزرگ شد. اون ماشین کوکی، اون ماشین کنترلی کوچولو حالا شده ماشینای گران قیمت تو اتوبان لایی میکشه و جون خودش همه رو به خطر میندازه. اسباب بازیاش گنده شدن. اون عروسک کوچولو حالا شده یه آدم، اینو میخوام، نه قبول نمیکنی، با من ازدواج نمیکنی، منو نمیخوای، خودکشی. همون کودک است، همون بچه است که وسط خیابون خوشو مینداخت تو زمین و پاشو میکوبید زمین، بمیره نمیره مهم نیست. همون بچه است، فقط بچه گنده شده، بزرگ نشد. چی بزرگ میکنه آدم رو؟ مسئولیت پذیری. چطوری لذت و رنج رو بشناسه. یکی از مهمترین رنج هایی که بچه ها رو بزرگ میکنه رنج مسئولیت. با این قانون زندگی تکلیف و تفریح هست. اول وفا بعدن صفا. اگر اینو آموختن که با استدلال بهشون بگیم که ببین من 2 لیوان آب میدم به 2 نفر میخورن، کی بیشتر لذت میبره؟ اونی که تشنه تره. به 2 نفر میگم بشینید، کی بیشتر لذت میبره نشستن؟ اونی که خسته تره. پس یه بنده خدای مراجعه داشتم، گفتم چیه مشکل؟ گفت مشکل اینه که اصلا مشکل ندارم، اصلا غم ندارم، اصلا زندگیم یه نواخت بیمزه. من قبل نگرچی رو بخوام خانوادم جلوم گذاشتن و من اصلا هیچی ندارم. تو نظریه الکساندر مورای هم هست که لذت در کاهش تنش است، نه عدم تنش. اینکه هیچ تنشی نباشه لذت نیست، مرگه. اینکه تنش به وجود بیاد بعد اون تنش رو ببری کمش کنی لذته. یه بنده خدای حالا جوکه ولی راسته اینا، کفش تنگ میپوشید. گفتن چرا کفش تنگ میشه، اذیت نمیشی؟ گفت آره چرا اذیت میشم، ولی واو وقتی درش میارم چی کیف داره، لذت داره. کفش تنگو در بیاری که چرا این شلوار تنگو میشه کشش داره اذیت میکنه، نمیدونی وقتی میخارونم جای این کشی که افتاد رو بدنم اذیت کرده چقدر. حالا نمیخوام اینو به صورت فکاهیه، ولی بریم سراغ رنج‌های سازنده فرار نکنیم که این رنج‌های سازنده هرچه بیشتر بشه لذت‌ها بیشتر میشه. اگه یکی میخوای لذت زندگی رو ازش بگیری رنجاشو بگیر و اگه رنج‌ها رو ازش گرفتی نمیتونه لذت ببره. اگه میخوای کسی لذت سیری رو ازش بگیری نذار گرسنه باشه، نذار دائم بده بخور باز من گرسنم بشه. برای همین من میگم گاهی برای نزدیک شدن باید فاصله گرفت، گاهی برای آشتی باید قهر کرد، برای صلح باید جنگید. اصلا دنیا دنیای ازداده، منتها کدوم زد؟ دنیا دنیای رنج و لذته، فراز و نشیبه. قصه دنیا، حکمت دنیا در راز گل سرخه. اگه خارهای گل سرخو بکنون گل زودتر از بقیه پژمرده میشه. چرا؟ برای اینکه گل بی خار نیست، گل محتاج خاره. اشک و لبخند کنار هم هستن و کنار هم زیبا میشن. بنابراین ما اول آموزش دادیم، همین حرفا رو گفتیم، حالا به کار میبندیم. چی؟ اول وفا بعدن صفا. دست رو نشستی غذا نیست، تکلیفتو انجام ندادی تفریح نیست. آدما 2 دستن، رنج لذتی، لذت رنجی. اینا که لذت رنجی میشن بدبختای آینده‌ان. اول بذار خوش باشیم، اول بذار بازیمونو بکنیم، بعد درسمو میخونم، شب امتحانی ان. بعدن همه تکلیف و مسئولیت ها بعدن پر از وعده ها هن و پر وعده ها ضعیفن، پر از قسمن، پر قسم ها دروغگو. اول وفا بعدن صفا از همون سن یاد میدیم. نه تکلیف رو انجام میدیم بعد لذت. خب این مشروط نمیشه اینطوری بار بیان که هر کار خوبی رو بخوام برای پاداش نیستش که. اگه این کار رو انجام ندی مسئولیت توست، عواقب بدی داره. تو کار نکنی مزد نمیگیری، گنج ها در دل رنج هاین. و این اگر آموخت در تجربه به کار بستی، سبک زندگی سبکی بود که اول وفا بعدن صفا اجرا شد، هم پدر هم مادر هم فرزندان خونه کثیفه بشین غذا کن، نه غذا نمیخوریم، خونه تمیز شد به غذا میخوریم. دست نشستی غذا نیست، بچه شستی غذا میخوریم. تکلیفت انجام ندادی تفریح نیست، نمیذارم تفریح کنی. از همون اول این یاد میگیره. پس ما مسئولیت پذیری رو هم یاد گرفتیم چطور به اونها القا کنیم. اون قسمت 4 اصل تربیت: نظارت، آموزش، واداشتن. این قسمت واداشتنه، به کارگیری سبک زندگی با اقتدار
آخرش تشویق و تنبیه. حالا لذت های پاداش، لذت محبت، لذت مادی است، هر لذتی که میخواد بدی نوش جونش، حالا میشه بهش داد.